آشغال داشامد بالاخره قولمو که بهتون گفته بودم انجام دادم، ویدیوشو گرفتم براتون. حالا بعد این چند تا گیم پلی ببینیم میخوایم بریم ویدیو کامل رو ببینیم با هم. و واقعا سر این ویدیو هم پاره شدم، چون از 10 تا روم که میرفتی برای ایسکاگیری 9 تاش یه فوشای بدی بهت میدادن که حتی اگه بذاری تو یوتیوب بنت میکنه در این حد که خیلی مثلا فوشای عجیب غریبی بود. حالا خب لایک کامنت یادتون نره، کم کم بریم سراغ ویدیو دیگه حمایت کنین دیگه، داریم 150 تایی میشیم، بریم برای 200 تا و دیگه عشق کنین، عشق کنین، فقط بخندین. خب بریم سراغ ویدیو، let's go. سلام داداش. سلام. خب به من بگو فازت چیه، میای ردی نمی کنی؟ من بدونم حداقل اسمت چیه داداش؟ اسمت چیه؟ چه کارتو میاد؟ بگو دیگه. چند سالته؟ من 7 سالمه. 7 سالته؟ آره این گوشی داداشم اومدم. داداشه دعوت. تو چند سالته؟ همسنت بود. آره؟ پشمام. چند چرا سال؟ تو اسمت چیه؟ چی؟ چند سالته؟ من 7 سالمه. آره. تو چند سالته؟ من 86 پشمام. سلوه به پشت من خورده پشمام. من باز بیرون گریه میکنم. هر جا میرم منو میندازم بیرون. کوچولویی تو. حاجی خدا وکیلی این دختره واقعا باور کرده بود که من 7 سالمه. 7. حالا بریم ادامه ویدیو رو هم با هم ببینیم، تا ته این ویدیو نگاه کنیم چیزای باحال‌تری هم ببینیم. بریم گوشی داداشم اینا رو نیا، اینا بعضی جاها میرن به فوش میرن، حرفا بد میزنن. خب این بازی به درد تو نمیخوره. مانش گاییده ما رو اینقدر میاد میره. حرف بد ندن خوره. آره تو چیه؟ من حاملم. حامدی؟ حامد بچه کجایی؟ من نمیدونم، و جای امام رضا. میدونی کجا زندگی میکنی؟ نه فقط میدونم جا امام رضا. آه من با من دوستشی به اوین درخواست زیاد دادم. از همین درخواستا. بد بره. آره
داداشم به یاد داده. داداش کن داداش خودشم زیاد بلد نیست. نمیتونم. نگفتی چند داداش چند سال؟ داداشم اما من 18 سالم. 18 سالته. من داداشم 20 سالشه. 20. تو تقریبا هم بچه ای منی. سلامت میگم من باید من میخوام برم. داداشم یاد من دعوا میکنه گوشیشو برداشتم. بو خورده. حرف بد ندارم خاله. بگو خاله گفت گوه میخوری دست من بزنی. باش و حرف بد نزنی بهتره. من میرم دیگه. باشه باشه. اگه به درخواست دادم بیا با هم بازی کنیم. باش. خداحافظ. خداحافظ. عشقا دیدین واقعا گنگ بود که این خاله باور کرده و من 7 سالمه. حالا اگه این ویدیو رو انگار لایکاتو 50 تا برسونی، حمایت ها رو ببریم بالا دیگه. من بالا یه پارت دیگه میسازم که این خاله ادفرندم بهش دادم تو ویدیو اگه دیدی باشین که این ویدیو گنگ. یعنی میرم یه ویدیو یه پارت دیگه میسازم که داخل اون پارت میرم به خاله یکم دیگه ایسکاشو میگیرم، بعدم میام بهش میگم که داش من ایسکاتو گرفتم خاله جان و از این حرفا. خب لایک کامنت یادتون نره، حساب فراموش نشه. فعلا خداحافظ.